سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: استقبال وزیر امور خارجه کشور از توافق ایران و آمریکا، برگزاری نشست کمیته حفاظت از کودکان با حضور نهادهای دولتی و مؤسسات همکار و جان باختن هشتن در پی سقوط یک طیاره بم افکن B-52 آمریکا. امروز سه‌شنبه 26 ماه جوزای سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در نشست منطقه مراکز تحقیقاتی افغانستان، آسیای مرکزی و آذربایجان توافق میان ایران و آمریکا را یک تحول مثبت خواند. آقای متقی گفت که صلح به نفع تمام منطقه است، در حالی که ناامنی و بی‌ثباتی به ضرر تمام منطقه تمام می شود. وزیر امور خارجه تاکید کرد که پیش از بروز تنش‌ها و درگیری‌ها در سطح جهانی باید از طریق گفتگو به دنبال راه حل‌های برای مشکلات و مسائل بود. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که نشست نوبتی کمیته حفاظت از کودکان با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و مؤسسات همکار به منظور رسیدگی به مشکلات کودکان بی سرپرست و آسیب پذیر و یافتن راه‌های مؤثر برگزار شده است. با گفته این وزارت، در این نشست در مورد کودکان کارگر خیابانی، کودکان برگشت کننده، یتیمان و کودکان بی سرپرست و نیز فراهمسازی امکانات بهتر زندگی و رسیدگی به مشکلات آنان گفتگو شده است. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که نشست اختصاصی کمیته لیست ملی دواهای مجاز به هدف بررسی، ارزیابی و بروز فهرست دواهای مجاز کشور برگزار شده است. و گفته این وزارت، در این نشست درباره نیازهای صحی جامعه، معیارهای ملی دوایی، برگزاری نشست‌های مشترک با اتحادیه شرکت‌های دوایی و ایجاد یک مکانیزم مشورتی با متخصصان برجسته بخش صحت بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. و در آخرین خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک بم افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا هنگام برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرده و هر 8 خدمه آن کشته شدند. بر اساس گزارش مقام‌های نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده است که این طیاره در حال انجام یک مأموریت آزمایشی بوده که پس از برخاستن از زمین در باند هوایی میدان هوایی سقوط کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.